طبق آمارها افغانستان در بهار 1405 120 هزار شرکت کننده در آزمون کانکور داشته است. این یعنی که 120 هزار خانواده منتظر اعلان نتایج کانکور هستند. هرچند هیجان سالهای گذشته نیست. خانواده ها از نتایج کانکور خیلی شوکه نمی شوند. اما با این هم امیدهای هرچند کم رمق هنوز به دانشگاه ها وجود دارد. به عبارتی برای بسیاری از جوانان و خانواده ها همین هم از هیچ بهتر است. در کابل زمستان گذشته صنف‌های آمادگی کنکور لبریز شدند و هزاران جوان با نشستن در این صنف‌های بزرگ رویا بافتند. اکنون زمان فرا رسیده است. در آستانه اعلان نتایج کنکور قرار داریم و ممکن است بسیاری از رویاها آنگونه که بافته شده اند رقم نخورد. بخش عمده از ناکامی‌های کنکور محصول اشتباهات است. این اشتباهات کدام هایند؟ توضیحات کافی استاد ظاهر سلطانی را در این زمینه تا آخر گوش کنید. اشتباهات عامی که بین شاگرداست، حتی در شاگردای نخبه هم سرایت میکنه، قائل شدن ارزش به کار خود نیست، کار خود جدی نمیگیره. ما حس مسئولیت پذیری را حتی از خانه ما کم آموختیم، به دوران مکتب کم آموختیم. در کانکور که میایم با چنین یک که جدی نمیگیریم و همه چیز را سطحی میگیریم. در افغانستان همه چیز زمین رقم یک قاعده هست که مسئولیت پذیری بسیار کم است. مثلا ما بر شاگرد وظیفه کارخانگی میتیم، فردا وقت ارزیابی میکنیم 20% صنف آماده است، 80% به بهانه‌های مختلف که مشکلات داشتیم، مصروف بودیم، کار داشتیم، وقت نشد یا حل نتونستیم، که اینا یک گپی بسیار عام است که در شاگردایی که احساس مسئولیت نمیکنه و درس خود جدی نمیگیره. وقتی او شما تسلط نداشته باشین، سوال حل نمیتونه، سوال که حل نشد نمرات شما پایین میاد، نمرات که پایین اومد در حق شما ناکام میمونید. کنکور این رقم است که شما 12 سوال دارین، 14 سوال دارین از کیمیا، 14 سوال دارین از جغرافیا، 14 سوال دارین از تاریخ و بیشترش بخش ریاضیات هست. شما اینا وقتی 3 مضمون نمیخونین، مثلا من جغرافیا را مثال میتونم، جغرافیا 10 11 و 12 سوال میره، اینمی 14 سوال تقسیم 3 صنف شود، 5 و 5 10 4 یک کتاب 4 سوال. این یک کتاب حداقل یک 16 فصل، 15 فصل، 9 فصل، 13 فصل داره. این 15 فصل میآید، مثلا هر فصل 10 عنوان دیگه داره، زیر مجموعه داره. شما اگر تقسیم بندی کنین شاید بسیار در هر فصل یک سوال برسه. اشتباهاتی خیلی کسا، حتی کسایی که نخبه میاره است که مثلا این صفحه را نمیخونه، صفحه 22 نمیخونه، سیل میکنه میگم از اینجا سوال نمیاره، باز تصادفی که از اینجا سوال میاره. یعنی شما کسایی که دو طالب کانکور است و میخواید در کانکور نتیجه بگیره، حتی امو معلومات پاورقی که هم است او را باید بخونه و او را جدی بگیره، او را یادداشت بگیره، نوت نویسی بکنه. همین رقم جدا از جغرافیا تمام مضامین به این شکل بخونه. اگر همین شکل نخونه، یک از اشتباهاتش که در شاگرد نخبه هم پیش میاد که میگه از اینجا سوال نمیاد. و گپ دیگه در قسمت بسیار عجله کردن پر کردن سوال است. مثلا سوال 14 است، بسیار تیز میخوای او رو پر کنه، از 14 رو میرسونه تا 13 که اکثر شاگردهای نخبه ما هم گاهی دچار این طریق اشتباه شدن. مثلا یک شاگرد ما داشتیم که گفت دبسته 160 سوال 2 سوال بود که من نفهمیدم، ولی 8 سوال ما تعویضی پر کردیم، به جای سوال 60 مثلا خانه 59 رو پر کردیم. یک چیزی بسیار بر شاگردان نخبه یک ضربه بسیار کلان است. وقتی شما 2 سوال این دبسته 160 سوال نمیفهمین، معنیش است که احتمال چانس رفتن به اول نمرگی کنکور است. ولی وقتی شما در خانه پوری 8 سوال را اشتباه میکنین، معنیش است که شما شاید از او 5 برتر هم بیرون براین. اول نمره که نمیشین هیچ، که شما از 5 برتر هم بیرون میشین، شاید در انتخاب اولتون هم به مشکل بر بخورید. سه کنکور کم فرق میکنه. شما رشته هایی را دارین که با 160 نمره وارد دانشگاه میشه. پس اینجا چی است؟ اینجا ما ناکامی نداریم، اینجا دقت در انتخاب داریم. شما ببینید در همسایگی ما ایران پیش از اینکه دانش آموز کد رشته را انتخاب کنه، اول وزارت تحصیلات عالیشان کمیته کنکورشان به اصطلاح امور را اعلان میکنه نمراتش. 15 روز فرصت داره. در 15 روز هر کس سیل میکنه که نمرش چند است.
بعد مشاورین در ایران موجود است، اینطور مشاور تحصیلی در اونجا میره که شما مثلا در تهران نمیتونید، شما در مثلا در اصفهان نمیتونید، شما در قم نمیتونید، ولی شما میتونید در ایالت دیگه میتونید انتخاب کنید. به خاطر که نمرات از این تقاضا کم است، نمراش اینجاست. ما در افغانستان قمار میزنیم. بله. ما اصلا خبر نداریم که مثلا امسال تیب کابل چند میشه، مثلا تیب خوست چند است. یک کس علاقمند است تیب بخونه ولی در تیب کابل نمیتونه در تیب خوست بخونه، اینا مشخص شده نمیدونه. اگرچه کورسای ترکیه کار کردن بلندترین پایینترین نمره را همینطور میگیره، اٹکل میگیره، ولی اون نمیفهمه که مثلا ما که وقتی امتحان میتونم چند دانه سوال اشتباه میشه، چند دانه سوال اشتباه نمیشه. یک مشکل است. اگر کسایی که به اساس نمرات آزمایشی خود نمره تعیین کنه، اینا ناکام نمیمونه. ولی یه آدم از 250 آزمایشی گرفته، انتخاب اول خود گرفته، تیب مالجوی زده که حداقلش 340 باشه، دو خود نمیشه، دو نمیشه، دایی نمیشه، آخرین خودم 300 انتخاب کرده که خودش در امتحان آزمایشی 250 گرفته. یعنی اینجا خود به دسته خود او ناکام میکشه. اگر دقت شوه در انتخاب رشته به اساس نمرات آزمایشی، هرگز دانش آموز ما ناکام نمیمانه، چون اونجا 5 انتخاب دارین. شما 5 انتخاب با تفاوت نمره بیتین از نمره آزمایشی خود که در شما بازم یک چیز را در نظر بگیرین که پایین‌تر بگیرین، این میشه. یک اشتباه دومی دیگه که یا مشکل دومی که در کنکور موجود است، مثلا وقتی امتحان کنکور میگیره ولی کلید بیرون نمیده. ده ها شاگرد ما آمده که مثلا 3 تا سوال اصلا جوابش غلط بود، سوال بوده اما جوابش اصلا نبود. مثلا اینال مثلا اما جوابش نبود. این شاگردا که اعتراض میکنه، راه حل چیست؟ کمیته کنکور وقت نمرات اعلان میکنه، کلید اعلان کنه، دقیق کلیت هم اعلان کنه، سوالم بانه در سایت خود، کلیتش هم بانه. باز اینجا استادای کورس، استادای مکاتب، بی کسایی که هیچ مکتب نیست ولی در اون رشته تخصص داره، در ریاضی، در کیمیا، اینا معلوم میشه که خود از کمیته کنکور استاد مربوطه که سوال ساخته ممکن است در طرح سوال اشتباه باشه. این دیگه دنیا اصل. ولی کنکور افغانستان اینی را نمیمانه که اینال مثلا یک شاگرد میگه که من یک سوال اشتباه کردیم، ممکن است امی خود استاد یک کلید اشتباه انتخاب کرده باشه، به جایی که گزینه دوم بزنه از پیش اشتباه شده باشه گزینه سوم. که معمولا در کورسای آزمایش کنکور هم همین مورد پیش میشه که بعضی سوالا از جانب خود استاد کلیدش نادرست انتخاب میشه. پس استاد کمیته کنکور هم انسان است، او تو نیست که او خطا نکنه، اشتباه نکنه، ولی نمی اگر اشتباه باشه و خطا باشه این کتمان میمانه، این پنهان میمانه. توانش کی دانش آموز میده. اگر ایرا کمیته کنکور فرم امرای کلیدش در سایت بمانه، در سایت بگذاره و دیگرها هم در دسترسی پیدا بکنه، کار به وجود میاد و ظلم نمیشه بالای دانش آموزی که هم استرس داشته و هم هزینه کرد.